شنبه 27 آبان ماه برابر با 17 نوامبر کنفرانس پراگ با عنوان اتحاد برای دموکراسی در ایران با حضور شرکت کنندگان کار خود را آغاز کرد و با انتشار بیانیه‌ای در چند روز به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که با مخالفت شدید فعالان کرد و احزاب ملیت‌های تحت ستم در ایران همراه بود و چندین کمپین جهت مخالفت با بیانیه پایانی کنفرانس پراگ منتشر شد. کمپین دفاع از هویت ملی و حق تعیین سرنوشت، خطاب به جریان‌ها و احزاب سیاسی کرد و شرکت کننده در کنفرانس پراگ نوشت: حق تعیین سرنوشت و به رسمیت شناختن ملت کرد به عنوان یک واحد ملی پیش شرط هر گونه مذاکره و گفتگویی است و توجه و اصرار و اولویت دادن به موارد شناسایی و به رسمیت شناختن واحدهای ملی، حق تعیین سرنوشت و به رسمیت شناختن آن و رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی از بخشای این کمپین بود، تا جایی که از طرف فعالان ملت کرد بر سایت‌ها و صفحات فیسبوک نوشته شد که درد من اتحاد برای دموکراسی ایران نیست. درد من درد دختران کردی است زنده زنده در کلاس‌های درس می‌سوزند. درد من بابا آب داد و بابا نان داد نیست. درد من درد کودکانی است که نبود آزادی را فریاد می‌کشند. ما درد مشترک نداریم عالی جنابان مرکز نشین. با این حال آیا هدف حزب دموکراتی کردستان ایران از شرکت در این کنفرانس چه بود؟ آیا در کنفرانس های آینده شرکت خواهد کرد با چنین مضامینی؟ بینندگان تلویزیون تیشک، درود بر شما. با برنامه صفحه دیگر امشب موضوع کنفرانس پراگ و اهداف و انتقادات ملیت ها را با میهمانان گرامی برنامه جناب آقای شاه حسینی، نماینده حزب دموکراتی کردستان ایران در خارج از کشور، حسن شریعت مداری از برگزار کنندگان کنفرانس پراگ و جمال نجاری روزنامه نگار مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. درود بر شما آقای حسینی، به استودیوی تیشک تیوی خوش آمدید. با درود به شما بینندگان عزیز و همچنین مهمانان عزیز، امیدوارم که بتوانیم امشب روی موضوعی که شما مطرح کردین گفتگویی داشته باشیم با هم. و درود بر جناب عالی جناب آقای شریعت مداری. منم خدمت شما و میهمانان گرامی شما و شنوندگان و بینندگان عزیز شما درود میفرستم و تسلیت خودم را پیشاپیش به مناسبت مرگ این نوباوگانی که در پیرانشهر به خاطر حریق بخاری سوختند اعلام میکنم و امیدوارم آنهایی که در بیمارستانند بهبود بیابند و به آغوش گرم خانواده برگردند. بله، و درود بر شما جناب آقای نجاری. با سلام و عرض ادب خدمت شما آقای پورکریم و میهمانان گرامی برنامه آقای شاه حسینی و آقای حسن شریعت مداری و بینندگان تلویزیون تیشک. منم ابراز همدردی میکنم با خانواده های داغ دیده حادثه روستای شیناوه پیرانشهر. متاسفانه امروز یکی از کودکان به خاطر سوختگی زیاد جان خودش رو از دست داده. من تسلیت میگم به خانواده این کودک و همه مردم کردستان. بله، خیلی متشکرم. جناب آقای حسینی، من سوال اول از جناب عالی شروع خواهم کرد. واقعا هدف حزب دموکراتی کردستان ایران از شرکت در چنین کنفرانس هایی چیست و ارزیابی کلی شما از کنفرانس پراگ؟ خدمتتون عرض کنم که حزب دموکراتی کردستان ایران به دنبال حل مسئله کرد در ایران است. در نتیجه باید با نشست با طیف‌های متنوع ایران از احزاب و سازمان‌ها، شخصیت‌ها بشینه و صحبت‌های خودش رو با اونا در میان بذاره و صحبت‌های طرف‌ها رو بشنوه که بتونه در یک ایران به نتیجه مورد قبول طرفین برسه. آیا این نشست رو با جمهوری اسلامی هم می‌خواین داشته باشید؟ خدمتتون عرض کنم که حزب ما در کنگره‌های قبلی و کنگره اخیر، کنگره 15 حزب، نشست و مذاکره و گفتگو با طیف‌های متنوع اپوزیسیون ایرانی رو در دستور کار خودش قرار داده
و خط قرمزی در این مورد نداره که با چه طیفی میتونه بشینه و چه طیفی رو نمیتونه بشینه. هدف از نشستن اگر گفتگو و شنیدن نظر طرف و بازگو کردن نظرات و خواستهای خودمون هست، ما از این امر استقبال میکنیم که پیش بریم، همدیگر رو بهتر بشناسیم، موانع راه رو تشخیص بدیم و اگر تونستیم به یک نتیجه ملموسی برسیم. تا زمانی که این نشست ها در مورد شناخت و آگاهی به نظرات طرفین هست، هیچ ممانعتی وجود نداره. اما زمانی که روی همکاری و حتی اتحاد و یا مسائل از این همکاری‌های متنوع پیش بیاد، اون موقع حزب دموکرات کردستان ایران طیفی رو انتخاب خواهد کرد که در این ایران معتقد به حق تعیین سرنوشت ملیت‌های جوراجر ایران باشه که بتونن در یک ایران به صورت فدرال با هم زندگی کنن و این ایران رو به عنوان یک اتحاد داوطلبانه بتونن نگهداری کنن. مسئله اینجاست که اگر طرفینی که با ما میشینن حقوق ملیت‌های ایران رو به رسمیت نشناسن، حزب دموکرات کردستان ایران هیچ گونه همکاری در این حوزه نمیتونه انجام بده. یعنی اگه کنفرانس دیگه برگزار بشه که قرار کنفرانس اولاف پالمه 2 در واقع برگزار بشه، شما اگه حقوق ملیت‌های تحت ستم ایرانی در این کنفرانس شناخته شده نباشه، شما شرکت نخواهید کرد؟ در پراگ که من در خدمت دوستان و دوست عزیزم آقای مهندس شریعت مداری بودم، در این کنفرانس مسائلی مطرح شد و قرار شد در کنفرانس اولاف پالمه 2 در سوئد برگزار بشه. ما منتظر هستیم ببینیم برگزار کنندگان این کنفرانس چه مسائلی رو در دستور کار قرار میدهند و مواضعشون در مورد حقوق ملیت‌های ایران چی هست. اگر مواضع و مسائل مورد علاقه ما رو مطرح کنن، با کامل میل در اونجا خواهیم بود و صحبت‌های خودمون رو خواهیم کرد، ولی به شرطی که بتونیم لااقل به یک توافق میانه‌ای حداقلی برسیم. ولی اگر قرار باشه اونجا بریم صحبت‌هایی باشه و این صحبت‌های هیچ کدام در نتیجه پایانی کار منعکس نشه، فکر میکنم شرکت کردن در همچین جلساتی ثمری نداشته باشه. بله جناب آقای شریعت مداری، من سوال بعدی از جناب عالی دارم. آقای شاه حسینی اشاره داشتن به این که اگر حقوق ملیت‌ها به رسمیت شناخته نشه در این کنفرانس ها شرکت نخواهیم کرد. شما کنفرانس اولاف پالمه 2 را در پیش داریم. آیا چه برنامه‌ای داریم برای این کنفرانس؟ در اونجا می‌خواین چیکار بکنین؟ آیا واقعاً شخص جناب عالی به عنوان یکی از برگزار کنندگان کنفرانس پراگ اصلا به حقوق ملیت‌ها اعتقاد دارین؟ اول این توضیح رو بدم که من از برگزار کنندگان هیچ کدام از این کنفرانس ها نیستم. محبت دوستان باعث شده که من مورد مشورتشون هستم. بله. برگزار کنندگان افرادی هستند که در لیست دعوت اسامیشون آمده و در سایت هست. من در سایت اونجا هم در مصاحبه خودم گفتم که من مورد مشورت دوستان هستم و برگزار کننده نیستم. این توضیح و ابتدا باید بدم. ثانیاً توصیه من به این دوستان این بوده و تاکنون رعایت کردن که بر اساس استراتژی این جمعیت که انتخابات آزاد بر فراز نظام برای گذار از نظام به یک دموکراسی است، اینها حزب نیستند، گروه نیستند، سازمانی با ادعای قدرت نیستند. از جمله کارهایی که میکنند برای یک دیالوگ ملی در مورد مسائل بسیار مهم ایران که از جمله مسائل کرد، ترک، فارس، بلوچ، عرب در ایران هست، بستر مذاکره بین طرفین را هموار کنند برای اینکه بدون
رسمیت دادن به تفاوت دیدگاه ها و شناخت تفاوت ها گذار از این تفاوت ها برای رسیدن به یک میانجین مورد توافق همگان امکان پذیر نخواهد شد. کسانی که برای مذاکرات پیش‌شرط میگذارند از طرفین هیچ فرقی نمیکنه، چون در طرف مقابل هم افرادی هستند که پیش‌شرط میگذارند که اگر دیگران طبق تصور ما خواسته‌های خودشون رو بیان نکنند ما با اونها نخواهیم نشست. کسانی که پیش‌شرط میگذارند دیواری میکشند که تفاوت نظرها اصولا شفاف نشه و معلوم نشه. و اگر پیش شرط هم نظرن در واقع با همون بیانیه پایانی که در واقع انتشار پیدا کرد به پایان میرسه که مخالفت‌های شدیدی با اون صحبت میکنیم. شما سوال کنید بنده جواب میدم. بله. من فکر میکنم وظیفه شما به عنوان خبرنگار تعیین موضع نیست. سوال و جواب. بله دقیقاً من صحبتی که میکنم صحبت فعالان کرد هست که من با شما میکنم. بله. جناب آقای جمال نجاری به عنوان روزنامه‌نگار و یکی از منتقدین بیانیه پایانی کنفرانس پراگ، نظر شما در خصوص کنفرانس پراگ در واقع چه بود؟ از نظر من ایران اولا باید تعریفی از ایران داشته باشم، چرا که این کنفرانس به اسم دموکراسی برای ایران شناخته شد. از نظر من ایران واحد جغرافیایی مشخصی است که در آن ملت‌های گوناگون با زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در این محدوده جغرافیایی زندگی می‌کنند و بالاجبار ملیت ایرانی برای تمام ملت‌ها هم از کرد و فارس و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن به کار برده میشه. در واقع هر کدام از این ملت‌ها مستقل از یکدیگر هستند. من معتقدم ایران یک جغرافیای قراردادی است که امکان دگرگونی در بافت و مرزهای آن در آینده امکان پذیر است. مرز اطلاع آقای شریعت مداری اگه در حرفای من اسمی از شرق کردستان میاد و برای ایشان گنگ و نامفهومه، منظور از همان بخش از کردستان که امروز زیر سلطه حاکمان مرکزنشین کشوری است به نام ایران. عرض کنم بعد انتشار متن بیانیه کنفرانس پراگ همچون جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کرد کم و کاستی های این بیانیه را در قبال ملت کرد و سرزمین کهن کردستان و مبارزه حق طلبانه کردها برای رسیدن به خواستایشان مورد نقد قرار دادیم، به این منظور که نمایندگان سه حزب عمده کردستان و شماری دیگر از شخصیت‌ها و فعالین سیاسی کرد در این کنفرانس حضور داشتند و یک بیانیه در رد بیانیه کنفرانس پراگ به امضای جمعی از فعالین سیاسی و مدنی کرد یک روز بعد در اینترنت انتشار دادیم که این خود نشان از آگاهی و خرد سیاسی جامعه کردستانه که نسبت به مسائل سیاسی همصدا و همراه هستند و نشان از بالندگی جامعه سیاسی و فرهنگی کردستان نیز است، چرا که متن بیانیه‌ای که دوستان در رد بیانیه پراگ امضا کردند از سوی مردم کردستان مورد قبول واقع شد که بعدها کمپینی هم در همین راستا از سوی برخی دیگر از فعالین سیاسی و مدنی کرد برای حق تعیین سرنوشت کردها در واکنش به متن کنفرانس پراگ به راه افتاد که تاکنون نیز ادامه داره و مردم کردستان از طیف‌های گوناگون با جمع‌آوری امضا انتقاد خودشون رو از نمایندگان احزاب کردستان که در این کنفرانس شرکت داشتند و نامشان در متن بیانیه قید شده بود اعلام داشتند. در بخشی از بیانیه‌ای که فعالین سیاسی و مدنی کردستان منتشر کردند و منم یکی از اعضای شرکت کننده در این بیانیه بودم، بیانیه کنفرانس پراگ را به شدت محکوم کردیم. انتقاد جدی خودمون رو به دلیل کم اهمیت انگاشتن اساسی ترین حق ملت کرد که حق تعیین سرنوشت می باشد در مقابل احزاب و سازمان‌های کرد قرار داده و از آنان خواستیم وظیفه خود را به عنوان پرچمداران مبارزه در کردستان به مذاکره بی‌نتیجه با اپوزیسیون ناتوان و به اصطلاح دموکراتیک جمهوری اسلامی خاتمه داده و ادامه سیاست خودکمبینی در برابر گروهی انسان فاقد پایگاه و فاقد نیرو که ابتدایی ترین پرنسیپ‌های گفتگو را نیز در نظر نمی‌گیرند خودداری کنند، چرا که این نوع سیاست ورزی از سوی به پایگاه خود احزاب کردستان صدمه زده و از سوی دیگر به پایین آمدن وزن و اعتبار احزاب و سازمان‌های کرد
به لحاظ سیاسی می انجامه. ما معتقدیم کنفرانس پراگ ادامه همان گفتمان سلطه‌جو و تمامیت خواهی است که حاضر نبود اسمی از حقوق ملت‌های ساکن ایران از جمله ملت کرد بر زبان بیاره و همیشه سعی در حذف و انکار گوناگونی‌های ملی، اتنیکی، زبانی و مذهبی است. همه سعی و تلاش خود را برای ایجاد واحدی متمرکز و یک دست و یک رنگ و یک زبان به نام ایران یک پارچه دنبال میکنه. ایران یک پارچه‌ای که سالهاست در دست حاکمان مرکز نشین می باشه و حقوق ملت‌های دیگر را پایمال میکنه. بودن نام نمایندگان مایه نگرانی ما و جامعه کردستان شد و میتونم بگم بعد واکنشی که فعالین سیاسی و مدنی کرد نشان دادن، نمایندگان احزاب کردی از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان مخالفت صریح خودشونو با متن پایانی کنفرانس اعلام کردن، ولی باز هم مایه خوشنودی جامعه کردستان واقع نشد. من انتقادی که از آقای شاه حسینی و آقای شرفی که در این کنفرانس از حزب دموکرات کردستان شرکت داشتند، آقای حسینی، در حال حاضر انتظار مردم کردستان قبل از هر چیز کنار گذاشتن مشکلات میان دموکرات‌ها و کومله‌ها و اتحاد دوباره آنها در یک دموکرات واحد و در یک کومله واحد و بعد اتحاد و همبستگی میان احزاب کردی در شرق کردستان و بنیاد یک جبهه متحد کردستانی با یک گفتمان مشترک کردی است در مقابل گفتمان ایرانی که روز به روز با خواست ذاتی ملت کرد که همان حق تعیین سرنوشت است سر جنگ دارند و علنا این را میتوان در تریبون آنها مشاهده کرد. من معتقدم نمایندگان کرد به خوبی نتونستن رسالت خودشون رو در این کنفرانس ها و کنفرانس های پیشین پیش ببرن. امیدوارم قبل از هر چیز احزاب کردی و جریان‌های سیاسی در شرق کردستان به فکر تشکیل جبهه متحد کردستانی باشند که نمایندگان همه طیف‌ها رو در بر بگیره و بعد آن به نمایندگی از طرف ملت کرد در کنفرانس‌ها و سمینارها با اپوزیسیون حضور یابند. بله، خیلی متشکرم جناب آقای نجاری. و جواب جناب عالی جناب آقای شاه حسینی در واقع هم به آقای نجاری بر این پافشاری داشتند که روند این کنفرانس در واقع همون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست بر سر مسئله ملیت‌ها. این شرکت در این کنفرانس‌ها باعث کم شدن وزن سیاسی و اعتبار احزاب کردی میشه. در این کنفرانس‌ها سیاست خودکمبینی در واقع دیده شده و در خواست شده که به این مذاکرات بی‌نتیجه در واقع خاتمه بدن احزاب کردستان. ببینید، من اگه اجازه بفرمایید که اشاره داشته باشم به صحبت‌های دوست عزیزمون آقای شریعت مداری و صحبت‌های کاک جمال، دوتایشون با هم و موضع و حزب دموکرات کردستان ایران در این رابطه روشن و شفاف بیان کنم. من از صحبت‌های من آقای شریعت مداری به عنوان پیش شرط استفاده کردن. پیش شرطی که من عرض کردم زمانی که به اتحاد فکر میکنیم، اتحاد وقتی که به مرحله اتحاد برسیم، اون موقع باید خواسته هایی که ما بیان میکنیم و خواسته هایی که طرف مقابل بیان میکنه، این خواسته ها رو در ترازی گذاشته و با هم سبک سنگین کنیم و به یک نتیجه مشترک برسیم. اگر توجه کرده باشیم، این کنفرانس ها تحت عنوان اتحاد برای دموکراسی، یعنی نتیجه نهایی به اتحاد خواهد رسید. اگه قرار باشه به اتحادی برسیم، برای رسیدن به این اتحاد من قبول دارم باید گفتگو کرد، با هم نشست، نظرات همدیگر رو شنید و رد نظرات رو داد با هم تا به یک نقطه مشترک برسیم. ولی اون موقعی که میخوایم به عنوان متحد با هم صحبت کنیم، باید روی نکات مشترکمون توافق کرده باشیم. اگه قرار باشه ما در کنفرانس ها بشینیم، مسائل رو بیان کنیم و این مسائل که گفته میشه در اعلامیه پایانی انعکاسی نداشته باشه و اصولا همچین چیزی طوری نشان داده بشه که در اینجا بحثی نشده، خب معلوم میشه که به این سو حرکت نخواهیم کرد. یعنی مسائل جنبی خواهند بود و در نهایت در اون قسمت آخری به نتیجه که خواهیم رسید اینا رو تحت نظر قرار نمیدیم.
در نتیجه صحبت من رو این هست که اگه قرار باشه هدف اتحاد باشه، این اتحاد برای دموکراسی، اتحاد برای نمیدونم هر چی اسم داشته باشه، اتحادی باشه، برای این باید پیش شرط های لازم برای این اتحاد فراهم بشه. این یک مسئله بعدی، وقتی که حزب دموکرات کردستان ایران و احزاب دیگر کرد در این جلسه پراگ شرکت کردن، دقیقاً دیدگاه همین بود، بیان نظرات و خواسته های ملیت های ایران در این کنفرانس. یعنی اول شما پیش شرط داشتین برای شرکت در این کنفرانس؟ اصولا فقط یک چیزی که خواستیم این که این مسائل در اونجا بحث بشه که نظرات موافق و مخالف رو بشنویم و موضع خودمون رو بدونیم در کجا هستیم. در نتیجه کنفرانس پراگ از نظر من در این قسمت به خوبی عمل کرد. یعنی پانلی که برای ملیت های ایران گذاشته شده بود، در اونجا مسائل مربوط به حقوق ملیت ها به خوبی بیان شد، موافقین و مخالفین روی این صحبت کردن. اشکال کار در اینجا بود که در متن پایانی اون بیانیه که صادر شد هیچ گونه از این پانل صحبتی نشده بود. در مورد صدور بیانیه فکر میکنم آقای شریعت مداری با من هم نظر باشه که این بیانیه این نبود که در جمع قرائت شد، ولی نه برای این بیانیه رأی گیری شد، نه از شرکت کنندگان خواستن نظرات مخالف و موافق روی این صحبت بشه. حتی یکی از شرکت کنندگان زمانی که خواست در مورد این بیانیه اظهار نظر کنه، مسئولین برگزار کننده بر اون پانل گفتن اجازه نیست که روی این بیانیه صحبت بشه. در نتیجه بیانیه‌ای که صادر شده، نظر فکر کنم اون چند نفری باشه که آقای شریعت مداری شاید بهتر اونا رو بشناسه که کنفرانس رو برگزار کردن. شرکت کنندگان در اون کنفرانس هیچ گونه نظری روی بیانیه نداشتن و اصولا بیانیه هم چیزی نبود که مواضع رسمی و خاص مشخصی رو مطرح کنه که به اون صورت ولی از حقوق ملیت ها هیچ صحبتی به میان نمیاد. مشکل کار اینجا بود که پانلی بود به عنوان پانل ملیت های ایران، حالا اسم دیگه در اونجا مطرح شده بود، پانل که دوستان در اونجا صحبت کردن، مواضع موافق و مخالف روبروی هم ایستاد، ولی نتیجه حاصل نشد. صحبت من اینجا که دارم اشاره میکنم که اگه قرار باشه در کنفرانس بعدی بازم به همین صورت باشه، پانلی باشه ولی پانل جنبی باشه و نخواهیم در اونجا به نتایجی برسیم، لااقل نظرات موافق و مخالف همدیگر و نظرات برگزار کنندگان کنفرانس رو در مورد حقوق ملیت ها بشنویم و ببینیم و بدونیم چه نظری دارن، شرکت کردن در اینجا، صحبت کردن و رفتن و هزینه زیادی کردن دیگه به نظر من بسه. ما الان دیگه میدونیم که برگزار کنندگان کنفرانس به کجا، به چه سمتی حرکت میکنن و اونا میدونن خواسته ملیت های ایران یا لااقل کسانی که به نمایندگی میرن در اونجا شرکت چی هست. روی این مواضع باید صحبت بشه. مسئله بعدی که اشاره شد، جبهه متحد کردی و شرکت در همچین کنفرانس هایی به صورت مشترک چیز خیلی ایدئال هست و فکر میکنم دوستانم در جریان باشن که حزب ما لااقل در این مورد گام برداشته و مشغول هستیم که بتونیم با تمام احزاب کردی و سازمانهای کردی در کردستان ایران به توافقاتی برسیم، به این منظور که بتونیم به عنوان کرد یک صدا، یک خواست در مجامع بین المللی و مجامعی که در این مورد کنفرانس هایی از این بابت گرفته میشه یک صدا باشیم. ولی نباید فراموش کنیم که ما بالاخره باید روشن کنیم اگر در ایران خیلی مسائل خودمون رو مطرح کنیم و به نتیجه برسیم، باید با جمع اپوزیسیون ایرانی نشست، صحبت کرد، خواسته ها رو گوش کرد و خواسته های خودمون رو مطرح کنیم. ولی شما به عنوان اپوزیسیون شرکت کرده بودیم، ولی کسایی که در واقع شرکت داشتند در رسانه ها نوشته شده که
اشخاص شرکت داشتن، ولی شما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران دقیقاً این مسئله است که من بعداً بهش اشاره خواهم کرد. مسئله است که آقای شریعت مداری، نظرات جناب عالی در خصوص صحبت‌های آقای نجاری و صحبت‌های آقای شاه حسینی که در واقع انتقاداتی داشتند بر کنفرانس پراگ. راجع به صحبت آقای نجاری همینو میتونم بگم که ایشون صحبت از کردستانی میکنن که وجود نداره، حقوقی رو میخوان که مورد توافق حتی احزاب کردی نیست. منظورتون از کردستانی که وجود نداره چیز آقای شریعت؟ یعنی کردستانی جدا از ایران. ما کردها را از قدیمی ترین ساکنین ایران میدانیم، کردستان را ایالت مهمی از ایران میدانیم، به تمامیت ارضی ایران معتقدیم و اینها مسائلی که من شخصا بهش باور دارم، ولی در عین حال من به همه حقوق حقه کردهایی که ساکن ایرانند مانند هر شهروند دیگر ایرانی، حق آموزش به زبان مادری، حق اداره تعیین سرنوشت، باورتون بر حق مملکت، حق برخورداری از فرصت‌های مساوی، به همه اینا معتقدم و برای اون مبارزه میکنم، نه فقط برای کردها، برای همه سرنشین‌های ایران. ولی چیزهایی که ایشان میگن بوهای دیگری ازش میاد و من اصولا حاضر نیستم که یک طرفه بیانیه دوم ایشون رو گوش بدم و عرض به خدمتتون خودم رو در موقعیتی قرار بدم که در حقیقت مایل نیستم در موقعیت قرار بگیرم. ولی صحبت آقای دوست عزیزمون بسیار منطقی است. بیانیه پایانی به نظر من هم باید قبلا در سایت اینترنتی قرار می‌گرفت. من این ایراد رو دارم به دوستان برگزار کننده، البته سوء نیتی نداشتند، زیادی کارها باعث شده بود. از دفعه بعد باید بیانیه پایانی قبلا در سایت قرار بگیره، باید رأی گیری بشه. ولی نسبت به گله ایشون که از پانل ذکری نشده بود، از هیچ کدوم از اون پانل ها در این بیانیه ذکر نشده بود، برای اینکه این بیانیه پایانی کنفرانس نبود. این فقط هشداری بود به ملت ایران در افتادن به دام خشونت و در اینکه مانند انقلاب 57 دوباره اشتباه نکنند و ادامه بیانیه‌های قبلی بود که یکی در حقیقت میگفت که ما یک جمهوری سکولار بر اساس جدایی دین از دولت می‌خواهیم و در دومی هم به قدرت‌های غربی میگفت که گزینه جنگ را از روی میز بردارید و جهت تحریم ها را، حقوق بشر را هم در جهت مقدم تحریم ها قرار بدید. بله آقای شریعت مداری، آیا شما بر ملت بودن ملت کرد انتقاد دارین یا بر این باور هستین که کرد ملت هست؟ ملت معناش در تعریف مدرن این است که دولت داشته باشه. ملت وقتی ملیتی با بقیه در یک جای زندگی میکنند، شرط این که به چنین لقبی رو به خودش بده اینه که توافق جمع هم درش باشه و به این دلیل ما باید با هم صحبت بکنیم. ملت ایران چه کسانی هستند؟ ملت ایران ساکنین سرزمین ایران هستند، از کرد و ترک و بلوچ و لور و عرب و فارس و بقیه اقوام و ملیت هایی که در ایران ساکنند. بله ولی آقای حسینی، من برمیگردم که شما آقای حسینی هم از ملیت صحبت میکنند. بله دقیقاً از ملیت اگه میخوان بگن ملت رو بگن تا ما بدانیم که اراده احزاب کرد چی هست. بله دقیقاً ما هم در این برنامه در واقع میخوایم ببینیم مثلا احزاب کرد در واقع چی میخوان. آیا خواهان استقلال هستند؟ آیا خواهان تجزیه از ایران هستند؟ آیا اینکه میخوان یه سیستم فدرال داشته باشن و در کل میخوان چی رو میخوان در واقع و در این کنفرانس در واقع چی رو از دست دادند؟ آقای حسینی بفرمایید. در این کنفرانس فکر کنم چیزی رو از دست ندادیم. ما رفتیم خواستمون رو بیان کردیم، چیزی رو امضا نکردیم که متعهد باشیم که چیزی رو از دست دادیم. ما معتقد هستیم که ایران از ملیت‌های فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب و لور و اقوام دیگر تشکیل شده و حالا خوشبختانه یا بدبختانه نمیدونم، اینو دیگه باید بعداً روش حساب کرد، هر کدام از این ملیت هایی که در ایران ساکن هستند
به صورتی تقسیم شدن. کرد به چندین کشور، ترک به همین صورت، فارس به همین صورت، ترکمن هم به همین صورت، عرب و بلوچ. ما این قسمت هایی که در ایران موندن به عنوان ملیت های ساکن ایران و تشکیل دهنده این ایران به صورت جغرافیایی اینا رو تشکیل میدیم. از نظر من کلمه دولت ملت زمانی که بیان شده یک امر قراردادی بوده و طبق شرایط مشخصی در زمانی این اومده پا گرفته مونده و هر امر قراردادی در شرایط مشخص قابل تغییرم هست. هرچند حزب ما، حزب دموکرات کردستان ایران و کنگره ملیت‌های ایران فدرال به یک ایران با اون حوزه جغرافیایی مشخص و ملیت‌های ساکن اون معتقده و خواهان حقوق این ملیت‌ها به صورت فدرال. خب اگه این فدرال در آینده تأمین نشد، ملیت‌های مختلف ایران علل خصوص کردها، شما به حق تعیین سرنوشت معتقدید. ملت کرد وقتی که اعلام میکنه که من خواهان استقلال هستم و خواهان فدرالیسم نیستم، در چارچوب ایران نمیخوام باشم، اون موقع شما چه تصمیم اتخاذ خواهید کرد به عنوان حزب دموکرات؟ حزب دموکرات کردستان ایران برنامه مشخصی داره و برنامه مدون خودش رو تعقیب میکنه و این حق رو داریم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کرد نظراتمون رو مشخص بیان کنیم و ازش دفاع کنیم. ولی تحمیل این نظرات به دیگران کاری هست که حزب دموکرات به اون ایمان نداره. ما میگیم که در ایران خواست ملت کرد، ملیت‌های ساکن ایران کلاً به صورت فدرال میتونه تأمین بشه و فدرالیسم یکی از مبناهای حق تعیین سرنوشت. حق تعیین سرنوشت یک مقوله ممکنه خود مختاری باشه، استقلال باشه، فدرالیسم باشه، نمیدونم هر چی اسمش. یکی از شقایق این قسمت فدرالیسم است. به این صورت حزب دموکرات کردستان ایران امروزه از فدرالیسم در ایران و یک ایالت فدرال کردستان داره دفاع میکنه. ولی این خواست ما هست، خواست حزب دموکرات کردستان ایران و هیچ وقت کسانی دیگری که شعار دیگری داره میدن ما خودمونو نه وکیل اونا میدونیم نه مخالف اونا نظر خودشون ما نظر خودمونه و نهایتا اینو باید در آینده صندوق‌های رای مشخص کنن در که کدام خواسته برنده خواهد شد. صندوق‌های رای در کجا؟ در کردستان یا در تمام ایران؟ ببینید در مورد وضعیت یک ملیت، خود ملیت هست که داره سرنوشت رو تعیین مشخص خواهد کرد. در مورد سرتاسر ایران ولی در کنفرانس پراگ برخلاف این گفته شد. کنفرانس پراگ عرض کردم کنفرانسی خاص یک عده هست، نه نمایندگی تمام ایرانو داشتن و نه در اونجا یک متن مشخصی به توافق رسیده. این چیزایی بوده که در اونجا مطرح شده، ما نظرات خودمون گفتیم. در اونجا از نظرات حزب دموکرات کردستان ایران انتقاد شده، پشتیبانی شده ازش و یک عده ممکنه به این صورت نگران باشن از آینده وضعیتی که در آینده برای ایران پیش میاد. من با صحبت آقای شریعت مداری در اون مسئله‌ای که اظهار داشتن که حقوق شهروندی، در ایران حقوق شهروندی برای ملیت‌های کرد، ترک، عرب کافی نیست. حقوق شهروندی در کشورهایی که دموکرات هستند و تمام حقوق رسمیت شناخته میشه به صورت حق رأی میتونه خودشون نمایان کنه. ولی آیا در ایران امروز و ایران فردا وقتی که مسئله از زبان، فرهنگ و خواسته های مشخص دیگه به میان خواهد اومد حقوق شهروندی کفایت میکنه؟ من فکر میکنم نه. و اینجاست که حقوق جمعی ملیت ها مطرح خواهد شد به صورت حق، اون تأمین حقوق ملیت های ایران، چه حقوق سیاسی باشه، چه فرهنگی باشه، چه اجتماعی باشه، چه اقتصادی باشه. ما معتقدیم در یک ایران فدرال این حقوق میتونه تأمین بشه. بله. جناب آقای نجاری، نظرات جناب عالی در خصوص صحبت دوستان. البته من قبل از اینکه اینو اعلام کنم
جناب آقای جمشید اسدی، یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس پراگ، گفتند باید توجه کرد که صحبت از تعریف ملیت بر مبنای عوامل فردی خطرناک است. ملت کرد چیست؟ شماره تلفن مردم ملت کرد را به من بدهید. کسی که صحبت از حق ملت کرد می کند همان خطری را دارد که به اسم ملت مسلمان صحبت کردن و به اسم هر خلق دیگری صحبت کردن. نظر جناب عالی؟ ببینید، ایران هرگز کشوری یک ملتی نبوده و الان هم نیست. نمیدونم چرا آقای شریعت مداری اینقدر روی این مسئله تاکید دارند. احزاب کردی هم بارها اعلام کردند که ایران کشوری چندگونه با ملت‌ها و زبان‌ها و ملت‌های مختلفه و تمدن‌های مختلفه. ایران همیشه برای ما کردها غیر از بدبختی، ایران یک پارتی که منظورمه، غیر از بدبختی و کشت و کشتار چیز دیگری برای کردها به همراه نیاورد. من میپرسم کجای این گفتمان آقای شریعت مداری در خدمت جنبش رهایی بخش مردم کردستان غیر از ضدیت با این جنبش و مبارزه حق طلبانه کردستان؟ جای بسیار تاسفه که آقایان فراموش کردن در زبان پهلوی و در زمان حال حکومت جمهوری اسلامی چه بلاها که بر سر مردم کردستان نیامد. آقای شریعت مداری، مردم کردستان هنوز قتل عام مردم روستاهای قارنه و قلاتان را فراموش نکردند. جنگ 24 روزه سنندج و اعدام 59 مبارز کرد محابد را فراموش نکردند. فتوای خمینی و فرمان بنی صدر برای اشغال کردستان را از یاد نبردند. مشکل ما از روزی شروع شد که احزاب کردی شعار دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان را سر دادند. بایستی برای استقلال و حق تعیین سرنوشت مبارزه می‌کردیم، نه دموکراسی برای ایران، دموکراسی که با خون مردم کردستان و ملت‌های تحت ستم دیگه داره نوشته میشه. برای این که بعضی از حضرات و برخی از جریان‌ها جاپایی برای خود در تهران آینده داشته باشند. شما نمیخواهید و نمیتوانید این آزادی از دست رفته را به کودکان ملت من، ملت بزرگ کردستان که من بهش اعتقاد دارم، برگردانید. ما کردها برای رسیدن به این آزادی مبارزه کرده و مبارزه میکنیم، به این امید که روزی در کردستان زبان رسمی ما زبان کردی باشه، چرا که خواندن و نوشتن به زبان مادری از ابتدایی ترین حق است. به قول یکی از دوستان، همه سهم بچه‌های کرد از پول نفتی که قرار بود بر سر سفره‌هایشان بیاید، از عدالت اجتماعی، از حق تحصیل رایگان، همین بود که در آتش بسوزند. آن هم در کلاس درس. سالهاست که حق بچه‌های کرد همین بوده و همین است. اگر همین اتفاق در تهران میافتاد نگرش شما به قضیه فرق میکرد. متاسفانه دردهای من مشترک نیستن آقای شریعت مداری. شما از دموکراسی برای ایران آزاد حرف میزنید و من از استقلال و از حق تعیین سرنوشتی که سالهاست از آن محرومیم و شما آن را با نام تجزیه و دشمنی با ایران یک پارچه معنا میکنید. به قول خانم شادی صد، آیا شما حاضرید فقط یک ماه چون کرد، چون بلوچ یا عرب در کردستان یا بلوچستان یا مناطق عرب نشین زندگی کنید؟ مسلما خیر. چرا؟ چون شما مردان سیاسی مرکز نشین خواب آینده ای را میبینید که به جای من کرد، من بلوچ و من عرب فکر کنید، تصمیم بگیرید، همچنان که سالیان سال است به جای ما فکر کردید و تصمیم گرفتید. بله. کردها و ملت‌های دیگر بایستی در آینده ایران حاکمان سیاسی مناطق خودشان باشند، البته اگه باوری به نظام فدرالی در مرکز وجود داشته باشه. بله، متشکر جناب آقای نجاری. آقای شریعت مداری، صحبت‌های آقای شاه حسینی و آقای نجاری را شنیدید. بله، از یک سر نیست این صحبت آقای نجاری. بله. شما با کسانی که آقای شریعت مداری، بله. آقای شما با کسانی که مثل آقای نجاری فکر می‌کنند در آینده ایران و برای کردستان چگونه رفتار خواهید کرد در آینده؟ من برام اصلا مهم نیست که چگونه فکر میکنه. ما با همه میتوانیم بنشینیم و صحبت کنیم. من این چیزهایی که ایشون میگن که در ابتدای انقلاب برای کردستان رخ داده، من شاهدش بودم و از همون موقع پدر من و من با آقای خمینی به همین مناسبت ها مخالفت کردیم. ایشون شاید یادشون رفته یا نمیدونم چه سنی داره. خب آیا این احتمال وجود نداره که در آینده اصلا مسئله این نیست. با این اشک گرفتن ها و روزخوانی ها مسائل سیاسی ما حل نمیشه. همه ما کشیدیم. کی نکشیده تو ایران؟ اینطور نیست قضیه. بله. اینطور نیست. مگه آذربایجانی ها کمتر کشیدن؟ مگه زلزله آذربایجان الان مردم بیچاره آذربایجان رو در سرما نگذاشته که میلرزن؟ مگر در مسابقه تراکتور آذربایجانی ها لباسهای خودشون رو در نیاوردن که اعتراض خودتون رو نشون بدن؟ خب این درد مال همه ملیت‌های تحت ستم است. سراسری
اختصاص به کرد داره. آیا این هست که ما که یک عمری با هم زندگی کردیم حالا با این حرفا باید همدیگر رو بترسونیم و باعث بشیم که حقوق حقیقی را که باید کسب کنیم از دست بدیم؟ این چه نوع سیاستی است؟ بله. من هیچ ترسی از این که از کسی که جدایی طلب هست یا شاه اللهی است یا حزب اللهی است یا نمیدونم طرفدار رضا شاه یا طرفدار خمینی حرف بزنم ندارم، ولی حرفای خودم رو رک میزنم و رودرواسی در ابراز عقایدم ندارم. عقاید ایشان ایران رو به جنگ خواهد کشید. من با جنگ مخالفم، ما با خشونت مخالفم و متاسفانه عده‌ای هستند که جز تفنگ و جنگ و خشونت هیچ چیزی رو نمیشناسند و از جمله یک گفتمان متمدنانه ای را با دیگران بر نمیتابند و براش پیش شرط میگذارند. بله. آقای شاه حسینی اجازه بدید من صحبتمو بکنم. بله. آقای شاه حسینی به درستی گفتند اینا آمدن در یک پانلی همه حرفاشونو زدن و مخالفین هم حرفاشونو زدن. چه چیزی شما از دست دادید؟ ما باید تشویق کنیم، با هم بشینیم بفهمیم که این دردهایی که ایشون میگن مرکز نشینان نمیدانن چیه. شاید شما هم دردهای دیگران رو نمیدونید. من کوشش میکنم که کردها هم کاندیدای رئیس جمهوری بشن و در ایران رئیس جمهور بشن، نه اینکه حساب خودتون از دیگران جدا کنند. بله. ولی آقای شریعت مداری، اگه کردها واقعا خودشون خواستن به دست خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنند، یعنی شما اشاره‌ای به جنگ داشتین، آیا جنگ در ایران رخ خواهد داد و شما با کردها به جنگ خواهید رفت؟ از ما این کار رو بخواهیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، جنگ رخ خواهد داد، معلومه. بله. این صحبت در این نیست. من متاسفم از این، من به شدت مخالفت خواهم کرد با چنین جنگی، ولی صدای من در این میانه به جایی نخواهد رسید. شما ببینید کشور اسرائیل فقط یک مدعی داره و اون مردم فلسطینند و تا امروز روی امنیت ندیده. کردستان بزرگ حداقل 4 قدرت بزرگ منطقه رو به عنوان مدعی خودش خواهد داشت. کدوم آدم عاقلی کشوری را تشکیل میدهد که 4 کشور قدرتمند منطقه یک عمری مدعی ارضی داشته باشه؟ این چه سیاستی است؟ بله. آیا میشه جغرافیای منطقه رو به دل بخواه و فقط با شعار و ادبیات و تحریک احساسات به هم زد؟ آیا این اجازه رو ما داریم که با سرنوشت مردم خودمون این چنین بازی بکنیم؟ بله. جناب آقای حسینی، شنیدید سخنان آقای نجاری و شریعت مداری و اشاره‌ای داشتن به جنگ. آیا شما خدمتتون عرض کنم که به جنگ خواهید رفت؟ با خدمتتون عرض کنم من فعلا در ایران امروز، ایران خمینی زده، اسلام زده و ایران رژیم گذشته، خیلی از انسانها و حتی احزاب و سازمانها به خاطر بیان عقایدشون مورد شکنجه، اعدام قرار گرفتن. چه تضمینی وجود داره که در آینده بازم همین دوباره نشده؟ من تنها میتوانم امیدوار باشم که و یکی از اهداف ما در نشستن با دوستان اپوزیسیون همین هست که در ایران آینده هیچ کسی به خاطر بیان عقایدش زندانی، شکنجه و اعدام نگرده و هیچ موقع به منظور جلوگیری از بیان عقیده دست به اسلحه برده نشه. این یکی از آرزوهای ماست و ما در این راه داریم مبارزه میکنیم. ولی آقای شریعت مداری اعلام جنگ دادن با صحبت‌های آقای نجاری. خدمتتون عرض کنم، من دارم آرزو میکنم چون به نظر من جنگ تا امروز نتونسته هیچ کدام از مسائل فکری رو، مشکلات فکری رو که به وجود اومده از بین ببره و حل کنه. لاین حل مونده و خیلی وقتا که نهایتاً اون کسی که جنگ طلب بوده و خواسته به زور و به قدرت خواسته شو اعمال کنه، شکست خورده و کنار رفته و طرفای دیگه روی مواضعشون پیروز شدن. این مسئله‌ای هست که امیدوارم که در ایران آینده ما این مسائل مطرح نشه به هیچ وجه. مسئله‌ای که اینجا مطرح شد، دوستی آدرس و شماره تلفن ملت کرد و ملیت‌های ایران رو جدا جدا درخواست کرده.
فکر نمی‌کنید خیلی تعجب هست. من تعجب میکنم زمانی که کسی به عنوان یک شخصیت علمی، چه سیاسی چه اقتصادی چه علمی به هر صورتی، یا به عنوان یک شخصیت که سابقه مبارزاتی سیاسی داشته، در یک محفل از خواسته های مردم ایران صحبت میکنه، این حق رو به خودش میده. ولی زمانی که احزاب و سازمان هایی که پایگاه توده‌ای در میان ملت های خودشون دارن و خواست این مردمان رو بیان میکنن، اینا رو به عنوان نماینده و خواست مردم اون منطقه قبول ندارن و به خاطر اینکه بخوان که روی اون نقطه حساسی که دست گذاشته شده از اون فرار کنن، این مسائل رو مطرح میکنن. من اینجا خدمتتون عرض میکنم اگر حزب دموکرات کردستانی ایران و احزاب و سازمانهای کردستانی امروز نتونستن با هم در موارد مختلفی به توافق برسن، ولی در یک مورد مشخص، حق تأمین حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی ملت‌های ایران عموما و ملت کرد به خصوصی به توافق رسیدن و به عنوان نماینده این مردمان دارن صحبت‌ها رو بیان میکنن. من تا امروز غیر از عده‌ای که شاید تعدادشون هم زیاد باشه، هیچ حرفی در این مورد ندارم، که ایرادی به احزاب و سازمان کردی رو که دارن که این که خواست ما رو پایین آوردیم، مینیمم خواست رو داریم مطرح میکنین، ما استقلال رو میخوایم، من مخالفتی با این ندیدم. تاریخ حزب دموکرات کردستان ایران، تاریخ احزاب کردی خیلی روشن و مشخص است و پایگاه اینا در میان مردم کرد مشخصه. بنابراین اون کسی که به این صورت شماره تلفن رو میخواد، فقط میخواهد که اون خواست ملیت‌های ایران رو قبول نکنه و به تمرکز قدرت در مرکز ادامه بده و خواسته های ملیت‌های ایران رو بار دیگر همچون رژیم جمهوری اسلامی و رژیم گذشته پایمال کنه. ببینید یک مسئله که اینجا من همین شماره تلفن که بریم مطرح شد، یه چیزی خاطرم اومد، شاید دوستمون آقای امیر حسین، شاید آقای شریعت مداری در جریان باشن. دوستی یک مقاله‌ای نوشته، دقیقاً این مقاله در همون روزایی که نوشته شد که در پراگ همین کنفرانس بود. مشخصا اون دوست روی صحبتش با برگزار کنندگان کنفرانس بود، آقای امیر حسین گنجبخش. در اونجا اشاره میکنه که مبارزه مسالمت آمیز و انتخابات آزاد چرا و به چه صورت مفید هست. اشاره میکنه که ما نباید فراموش کنیم که سرنگونی رژیم گذشته سبب شد که عده‌ای رفتن این منطقه رو گرفتن، عده‌ای اون پایگاه داخل تهران رو گرفتن، یکی رفتن اونجا دموکرات در مهاباد، کوملا در سنندج. یعنی دقیقاً آدرسی میده که این سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر باید سر جای خودشون باقی بمونن، به خاطر اینکه این به عنوان یک نیرو در اختیار کسانی باشه که حکومت رو در اختیار میگیرن، بتونن تمام آزادیخواهان ایران رو از ملیت ها، از زنان، از جوانان، از فرهنگیان، از هر کس خواستی داشت با این نیروی سرکوبگر که در اختیار داره بتونه سرکوب کنه. همونی که در انقلاب 57 رخ داد. برعکس در انقلاب 57 تا حدود نیروهای سرکوبگر کلن تارومار شدن و یک سپاه تازه‌ای که خمینی تشکیل داد که نمیدونم، حالا این نظری هست که بعدا باید مطرح بشه که آیا ایران احتیاج به چندین نیروی مسلح جداگانه داره یا نداره، مسئله که اینجا جای صحبتش نیست، مسائلی که بعدا مطرح. ولی به هر صورت میخوام بگم که اگر اپوزیسیون ایرانی از ملیت‌های مختلف، از نیروهای شخصیت‌ها و تمام جامعه ایران به آینده ایران فکر میکنم میتونن به توافقاتی برسن که این ایران که همه نگران هستن
داوطلبانه یک اتحاد داوطلبانه با هم داشته باشن که حقوق ملیت های ایران تأمین بشه و ایران هم سر جای خودش بمونه، یک ایران دموکراتیک که هممون خودمون صاحب این مملکت بدونیم. بله. علی منظمی از فعالان کرد نوشته که کردها با ملت بالادست و حاکم هیچ خاطره خوش تاریخی ندارند تا آن را مبنای همزیستی آینده قرار دهند و اتفاقاً ترس از حاکمیت هم از همین چیز است و به همین دلیل سعی در نشان دادن ایران همچون دولت ملت را دارند و بدین وسیله می‌خواهند ملیت‌های دیگر تحت ستم را همچنان در بند خیش نگه دارند. افسانه‌های مشترک با ملت حاکم نداریم. من کرد از داستان مموزین لذت میبرم تا از رستم و سهراب و یا دیگر افسانه‌های فارسی. مموزین احمد خانی برای من بسی ارزشمندتر است از شاهنامه فردوسی. جناب آقای شریعت مداری، نظرات جناب عالی. بله، کاملا ایشون حق دارند و میتوانند از هر افسانه‌ای که از مادر و مادر بزرگ شنیدن بیشتر لذت ببرند. من هم از بسیاری از افسانه‌های آذری بیشتر لذت میبرم. این حق طبیعی هر انسانی است و در این شکی نیست و ما میکوشیم کاری کنیم که در ایران فرادست و فرودست وجود نداشته باشه. حقوق شهروندی که بنده عرض کردم، از جمله حقوق شهروندی حق آموزش به زبان مادری است و این یک حقوق کلکتیو نیست، یک حقوق ایندیویدوال هم هست، حقوق فردی هم هست. حقوق کلکتیو حقوق صحیحی است به شرطی که در تعارض با حقوق شهروندی افراد قرار نگیره و به صورت یک ایدئولوژی سرکوبگر در اختیار حزب حاکم منطقه‌ای قرار نگیره. ما مخالف وجود ایدئولوژی های کلکتیوی هستیم که حقوق فردی افراد رو نقض بکنه. تا آنجایی که این حقوق جمعی در خدمت حقوق شهروندی فردی باشه برای ما قابل احترام و قابل پذیرش است. از طرف دیگه من فکر میکنم که آقای خباس به حزب دموکرات کردستان از ابتدا ایراد دارند و آقای شاه حسینی نگفتن که جوابشون چیه. ایشون میگن که دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان که مرحوم قاسملو این شعار رو اون موقع میداد و حزب دموکرات کردستان اشتباه بوده و شما با این شعار چشم داشتید که در مرکز به مسند بشینید. من چنین برداشتی از حزب دموکرات کردستان نداشتم. حزبی معتدل عاقل میدانستم که سیاستی متوازن رو تعقیب میکرد و اشتباهات جمهوری اسلامی و همون بلاهایی رو که به سر دیگران آورد در مقیاسی بزرگتر به سر مردم کردستان آورد. ایشون اصلا اعتراض دارن و میگن این سیاست شما باعث شده ما به این روز بیفتیم. من فکر میکنم که اگر این نبود به مراتب سرنوشت تلختری در انتظار مردمان ما بود. ما در آذربایجان ترجیح دادیم که مردم جنگ نکنند برای اینکه ماهیت جمهوری اسلامی رو بیشتر میشناختیم. بنابراین به هیچ وجه اینطور نیست و خوب آقای شاه حسینی خودشون بگن که نسبت به سیاست اون روز حزب و سیاست امروز حزب نظرشون چی است. البته قبل از اینکه جواب جناب علی رو بشنویم دوست دارم آقای نجاری صحبت بکنن در این خصوص. جناب آقای نجاری، نظر جناب علی. به نظر من هرگز استقلال خواهی جرم نیست و امروز به وضوح می‌بینیم که کشورهای جدیدی در حال شکل گرفتن هستند و این بنیاد دموکراسی واقعی است و اگر اعتقادی به دموکراسی در ایران آینده باشه هیچ کس و هیچ حزب و گروهی نمیتواند این حق را از مردم کردستان یا مناطق دیگر بگیره. این آن وقت نیازی به جنگ و کشتار نیست که آقای شریعت مداری ازش حرف میزنند. چرا و به چه دلیل باید این جنگ رخ بده و مردم بسیاری کشته بشن؟ بگذارید مردم برای خود و سرزمینشان تصمیم بگیرن. متاسفانه میبینیم مردمان دیگر در صدد تکرار اشتباهات فاحش تاریخ هستند و همچنان دموکراسی را در ایران یک پارچه و یک زبانی و یک فرهنگی و یک ملیتی میبینن. این کنفرانس ها هنوز در دایره مقولاتی چون تکراری چون قوم بودن کردها، ترس از بکار بردن واژه ملت برای کردها، ترس از تجزیه ایران از سوی کسانی که بر سر ایران یک پارچه می‌جنگند دور می‌زند. جنبش راه بخش ملت کرد زنده تر است همیشه پابرجات. با تحولاتی که در بخش‌های دیگر کردستان رخ داده، روح تازه‌ای به جسم و جان ملت کرد در شرق کردستان دمیده و برای رسیدن به آزادی و رهایی از دست نظام‌های سلطه‌گر راه مبارزه را ادامه می‌دهد. بله. جناب آقای حسینی، جناب علی
صحبتی داشتیم. بله خدمتتون عرض کنم که فکر میکنم آقای شریعت مداری اگر به صحبت‌های قبلی من توجه کرده باشم، من جواب آقای نجاری رو در صحبت اولم دادم که گفتم که حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یک حزب خواستهای خودشو مطرح میکنه و هیچ کس رو به خاطر بیان خواستهاش محکوم نمیکنه. حزب دموکرات کردستان ایران، من از اگر دکتر قاسم رو بتونم صحبتی رو بیان کنم، ایشون گفتم ما وکیل نسل‌های آینده نیستیم. به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران امروز نظراتمون بیان میکنیم و دیگران آزاد هستن این نظرات ما را مورد انتقاد قرار بدن و خواستار مسائل دیگه باشن. دوستان دیگر آزادن، ولی ما به عنوان حزب دموکرات کردستان ایران در این ایران متحد و با هم داوطلبانه که با هم زندگی کنیم هیچ حرفی نداریم. میتونیم خواسته هامونو، خواسته هایی که ما بونی ایمان داریم تأمین کنیم. این یک مسئله دیگه که مطرح میشه، ببینین ما چون یک حزب سیاسی هستیم، به عنوان این روشنفکر یا به عنوان جلسات محفلی با مسائل برخورد نمی کنیم. مسائل نظری که مطرح میشه شاید در جلسات روشنفکری و محافل خیلی مشکل بتونی به توافق برسی، ولی مسائل نظری و تئوری راه حل سیاسی داره. ما به عنوان یک حزب سیاسی خواهانیم که این مشکلات رو بتونیم از راه سیاسی حل کنیم و به توافقاتی برسیم که خواسته های همه گنجانده بشه و به توافقاتی برسیم. این مسئله هست که من فکر میکنم این راهی هست که در آینده پیش پای ما هست و باید به این سمت حرکت کنیم. حالا حزب دموکرات کردستان ایران به قول آقای شریعت مداری که از دوستمون آقای نجاری مثال آوردن، به دنبال تهران نشینی و پایگاهی در تهران نیست. تأمین حقوق ملیت‌های ایران با آن و ملیت کرد مخصوصاً خواست اساسی است و رسالت خودشو اینطوری تعریف کرده: تأمین حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ملت کرد در چارچوب ایران به صورت فدرالیسم. خب شما برای رسیدن به خواست ملت کرد در ایران با رژیم شاهنشاهی و رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به اسلحه بردید و جنگ داشتید. آیا اگه باز هم حقوق ملت کرد پرداخت نشه، تا کجا شما دفاع خواهید کرد از حقوق ملت کرد، از حقوق کردی همانند جمال نجاری؟ این حقوق شما فرمودین که حقوقشون داده بشه. حقوق دادنی نیست، گرفتنیه، حق گرفتنیه. ما به دل بخواه اسلحه بر نداشتیم، اسلحه رو طرف مقابل ما تحمیل کرده. من در صحبتام آرزو کردم که بیان عقاید و نظرات منجر به جنگ نشه، ولی قرار باشه که روزی آقای شریعت مداری مورد حمله گروهی مسلح قرار بگیره، حتما از خودشون دفاع خواهند کرد به خاطر بیان نظراتشون. هر کسی این دفاع نفس، دفاع از شخص خودت، یه چیزی معقول و منطقی و دنیا پسنده، ولی ما خواهان این اصل هستیم که خواسته هامون در این ایران از راه مذاکره، گفتگو، نشست و از نظر قانونی تأمین بشه که احتیاجی به جنگ نباشه. این مسئله خواست ما هست. خواست دوستان دیگه که روزی که کردستان به عنوان یک ایالت فدرال ایجاد شد، ما هیچ وقت با کسانی که در اونجا به خیابان میان و شعار استقلال میدن مخالفتی نخواهیم کرد و سرکوب نخواهند شد. کما اینکه امروز در کردستان عراق تعدادی به خیابان میآیند ولی خواستشون به خواست اکثریت تبدیل نشده و حکومت اقلیم کردستان سر جای خودش باقی است. متاسفانه وقت برنامه خیلی وقتی به پایان رسیده، ولی آقای شریعت مداری میخوام صحبت پایانی جناب عالی رو بشنوم. بله، نظرات آقای شاه حسینی خیلی میشه پایه گفتگو قرار بگیره به صورت وقتی که فرموله بشه و به صورت بندهایی از قانون اساسی آینده‌ای که باید با بقیه مذاکره بشه نوشته بشه، وگرنه بیان کلیاتی است که با بعضیش میشه
موافقت کرد، با بعضیش هم باید مخالفت کرد. من جمله وقتی که شما با جدایی طلبان مخالفت نمی کنید، خب بنابراین حق میدید که عده‌ای هم باشند که با کسانی که باید با جدایی طلبان چیکار کرد جناب آقای وجود شریعت مداری اقوام در ایرانند، به اونها هم حق بدن نظرات خودشونو بگن. همه باید نظر خودشونو بگن و هیچ کس نباید به جرم گفتن نظر تحت تعقیب یا تحت سانسور قرار بگیره. مهم احزاب سیاسی هستند که اونها دیگه افراد نیستن، اونها باید برنامه سیاسی داشته باشند و باید از راه مذاکره به خواسته‌های خودشون برسند و متمدنانه. خطاب ما به روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران نیست. اونها هر چی میخواهند بنویسند باید آزاد باشند. مهم نیروهای سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و احزاب هستند که باید به عواقب گفته‌ها و نوشته‌ها و برنامه‌های خودشون فکر بکنند. ولی اینا بخشی از این ملت هستند جناب آقای شریعت مداری. بله؟ این روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و فرهنگی بخشی از این ملت هستند که یک خواستی دارن. آیا باید اینا رو سرکوب کرد به خاطر این خواست؟ باید نه، اینا بخشی از ملت هستن ولی نماینده هیچ کدوم از ملت‌ها، ملیت‌ها، اقوام، افراد نیستن. اینا خودشون هستن و هیچ کدام از احزاب هم به تنهایی نمیتونن معلومه در واقع نماینده مردم باشن. به درستی حزب دموکرات کردستان هم نماینده محترمش آقای دوست عزیزمون گفتن که اونها نماینده همه مردم کرد نیستن، این معلومه. ولی احزاب مسئولیت خاصی دارن. احزاب باید علاوه بر اینکه عقایدشون رو بیان میکنند متوجه باشند که بیان هر عقیده‌ای متضمن آثار و نتایجی است و عقاید را باید طوری سنجیده در موقع خودش با متانت و با فرمول دقیق گفت که متحمل نتایجش هم بتونیم بشیم. بنابراین من عقیده دارم که این فقط موقعی به دست میاد که ما با هم دیگه صحبت کنیم، تفاوت‌های نظری هم دیگه رو بفهمیم و بتوانیم به یک میانگین طلایی برسیم که با هم بتونیم سالهای دراز زندگی کنیم و حقوق هیچ کدوممون هم تضییع نشه. بله، خیلی متشکرم جناب آقای شریعت مداری از شرکت جناب عالی در این برنامه. شب خوشی را برای شما آرزومندم. بندم برای شما و بینندگانتون. خیلی متشکرم. جناب آقای جمال نجاری و سخن پایانی جناب عالی. عرض کنم من با نظرات آقای شریعت مداری کاملا مخالفم و ای کاش آقای شریعت مداری یک کمی هم در مورد مسائل مالی و مسائل مالی این کنفرانس حرف می زدن که در سایت ها بحث زیادی در این باره شد و به صورتی مطرح شد که انگار سران جمهوری اسلامی در پشت صحنه این کنفرانس ها و نشست ها نقش دارن. نقش اپوزیسیون در این میان چیه؟ چرا باعث این شک و تردید همیشه وجود داشته باشه؟ چه کسانی گردانندگان این نشست‌ها هستند؟ چه کسانی سود میبرند؟ چه کسانی با دست خالی برمیگردند؟ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم از بودن کسانی در این کنفرانس‌ها حرف میزنه و اعلام کرده که هیچ اتحاد و همبستگی میان جریان‌های اپوزیسیون شکل نگرفته. آیا شما نام این را غیر از شکست چیز دیگری مینامید؟ من فکر می‌کنم بایستی طور دیگه‌ای به این کنفرانس‌ها نگاه کرد. ممنون. خیلی متشکرم و ممنون از جناب عالی جناب آقای جمال نجاری روزنامه‌نگار کرد. شب خوشی داشته باشید. مرسی، ممنونم، شبتون خوش. و صحبت پایانی جناب عالی جناب آقای حسینی به سوالاتی که آقای نجاری مطرح کردند در پایان اگر کوتاه جوابی داشته باشیم ممنون میشم. سوالی رو در مورد بودجه این کنفرانس مطرح کردن که فکر کنم آقای شریعت مداری طبق اون چیزی که خودشون فرمودن ایشون به عنوان مورد مشورت قرار گرفتن از برگزار کنندگان این کنفرانس. نه ایشون میتونن جواب بدن نه من، ولی من یک چیز رو خدمت عرض کنم. بالاخره کنفرانسی در هر جایی گرفته بشه تأمین هزینه داره و هزینهش باید تأمین باشه. حالا چه کسی هزینه رو تأمین میکنه این برای شما فرقی نداره. اجازه بفرمایید. مسئله روی توافقاتی هست که به انجام میرسه. اگر شخص یا ارگان تأمین کننده هزینه چنان قدرتی داشته باشه که بتونه کنفرانس را به سمت سوی مشخصی هدایت کنه، این خطرناک است. چیزی هست که فکر میکنم هیچ شخصیتی ایرانی و هیچ حزب و سازمان ایرانی شرکت نخواهد کرد و اگه شرکت کنه فکر کنم آبروی چندین ساله خود را روی همچین کنفرانس هایی گذاشته. ولی بالاخره فردا حزب دموکرات کردستان ایران درخواست یک کنفرانس، یک سمیناری خواهد کرد. بالاخره هزینه‌اش باید تأمین بشه.
باید گفت که این هزینه از کجا اومده، به چطور میشه، به کجا میره. مسئله اینه که در اون توافقاتی که روی میز گذاشته میشه چی چیزی مطرح میشه. اگر ماندگاری جمهوری اسلامی، ابقای جمهوری اسلامی، موندن خامنه ای، سپاه پاسداران و این رژیم مطرح شد، اون موقع باید شک کرد. ولی اگر خواست برای دموکراسی و یک ایران دموکرات، یک ایران فدرال باشه، من فکر میکنم تأمین هزینه اون موقع چندان اولویت نداره، توافقات اولویت داره که به چه توافقی خواهید رسید با طرفها. بله. در پایان برخی‌ها میگن که واژه کنفرانس، شهر زیبای پراگ، واژه دموکراسی، واژه اتحاد، گفتگو، انتخابات آزاد و همینطور واژه‌های اصلاحات، حکومت قانون، جامعه مدنی و بسیاری از این قبیل را نمیتوان زیبا ندانست و نمیتوان با آن مخالفت کرد. تنها میتوان و باید تا جایی که ممکن است جلوی تجاوز به این واژه‌ها را گرفت که در کنفرانس پراگ به این واژه‌ها تجاوز شد. نظرشون؟ خدمتتون عرض کنم که اولا روی انتخابات آزاد صحبت خیلی زیادی هست که این انتخابات آزاد به چه منظوری، در چه زمانی. سوالاتی هست که آیا انتخابات آزاد میتونه احقاق حقوق کنه؟ در همین کنفرانس مطرح شد که صرف انتخابات آزاد نمیتونه ایران رو به یک ایران دموکرات تبدیل کنه. بعد آیا انتخابات آزاد با وجود این رژیم، ستون پایه های این رژیم همچین شعاری رو برمیتابه؟ اگر نه، باید مشخص بشه که گذر از این رژیم و اون اصل اساسی که حق رأی تعیین کننده و مشخص کننده وضعیت آینده مملکت باشه، چیزی هست که قابل قبول، قابل صحبت کردن و یک راه حلی هست که میشه بهش استناد کرد. ولی با این رژیمی که امروزه حتی کسانی رو که در درون خود رژیم از خودی‌های خود رژیم هستن با کوچکترین ایراد زندانی و اعدام میکنه، من فکر میکنم نمیتونیم دلخوش کنیم که یک روزی میتونیم انتخابات آزادی در این رژیم داشته باشیم و باید صریح روشن مردم رو متوجه کرد که این رژیم باید برود تا ما بتونیم همه با هم به حقوقمون برسیم با توافقاتی که با هم خواهیم کرد. بله، خیلی متشکرم از جناب عالی جناب آقای شاه حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور. خیلی ممنون. بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه صفحه دیگر. تا صفحه دیگر همه شما را به خدا میسپارم. شب خوش، خدا نگهدار.